چند قسم ما و شما بت دارین، باشه امروز بردارن بتایی را که الله شریک میسازن، محبتش پیدا میکنن. بعضی کسا بت خود از چوب جور میکنن، اینا بت چی میگن؟ چوبی. بعضی کسا ای بت خود به شکل قبر جور میکنن، اینا بت سیمیتی میگن. فهمیدی یا نه؟ این دو قسم است. بعضی کسا بت‌های گوشتی داره، آدم زنده را برای خود بت جور کرده، از او خوف میکنه، از او رجا میکنه، برای او عبادت میکنه، محبتش بسیار قوی هست. میگه اگر این شخص چیز بگویی در میگیری. پس این بت چی میگن؟ بت چوبی، بت سنگی، بت گوشتی. فهمیدی یعنی؟ یک قسم بت دیگه هست. او چه قسم بت است؟ بسیاری کسا نمیشناسن. یک قسم بت است، بت رواجکی. رواج خدای قدر دوست داره که از قرآن سنت هم که رواج خدا برتریت میته. رواج خدا که حکم الله شریک میسازه. تو برش میگه که الله این، تو میگه نه ببخشی برادر خفه نشی. من بسیاری وقتا را دیدیم بعضی کسا را که بگی برادر الله این تو میگه، رسول صلی الله علیه و سلم این تو میگه، دارسی تا این تو کنه، بازی میگه استاد جان در این مسئله الله و رسول بان، اینجا رواج است. رواج یگان تا باز میگه رواج، یگان تا رواج میگه، یگان تا غنه میگه، یگان تا غنه میگه. فهمیدین؟ انالیا میگن که رواج است. بعضی اوقات اینمی قوانین پدری که است، پدرهای خود، پدرکلانهای خود پرستش میکنن، نه به شکل بت، نه به شکل مجسمه، بلکه به شکل یک قانون. استاذ مخپکیگه یا مجلس کیم البته خلکو دادن کن رو ببرق اگیده مورت المالی ورور دلت الله داسی وی رسول الله صلی الله علیه و آقا را ته چې والا استاد مون خو دلته شریعت نکو، دلته پښتو کو. کله کله د پښتو بت پرستش کیږي. ما بعضی اوقات میگیم ما رواج قومی خودم میکنیم، ما مردم فلانی منطقه تو رواج داریم، پس اینمی رواجش یک مجسمه هست برش. چند قسم بت شد؟ 5 قسم. یک قسم بت دیگه هست که به شکل نفس در داخل ازی هست. افرأیت من اتخذ الهه هوا. برش بویی که الله این تو میگه نه استاد شما چی هستین؟ عیف ازی که در خارج هم درس خواندین. انسان ذوق داره، علاقه داره. ما چطور میتونیم؟ پس چی میکنین؟ میگن ما حکومت مردم توسط مردم، حکومت نفس توسط نفس برای نفس. یا معبود خود کی گرفتن؟ نفس خود. این دیگه مجسمه شد. بعضی کسا عقل خود مجسمه جور کرده. میگه عقل مرا که قناعت نتی، من قرآن قبول دارم نه سنت قبول دارم. دیدین نه؟ عقل به عقلی بر ما بگو. برش میگه برادر در معقولات خو از عقل برات میگم، لکن در غیبیات در عقل تو برات ثابت. میگه تا که برام